چطورین بچه‌ها؟ خب بچه امروز قراره که استیلز آف ریز باز کنم یا همون شورش در شهر پارت 2. بله چنل اول هستم، حتما برید سابسکرایب کنید و برید ویدیوشو ببینید و بله بریم سراغ بازی. گو استیلز آف ریز پارت 2. خفه شو بابا. بریم. تو سیل قبلی من آدم بودم، الان هم هستم. حالا هم باز نچاریم تو سیلش تنیم بخیر شما شد ندید سور بگی چون آره بچه جون آره بینیم شینیم بینیم بابا نفلک شینیم بینیم بابا نفلک. شعاق دستانه بیزنیم بیو کشیم او من زون نه راحت جونه نگاه نمیکنم فهمیدم جونه من سمت راستی است چپیه خودت ببینی من نمیدونم راستی باشه تو چه استیلز آف ریز نمیدونی چیه گون همین شیشه بکنم تو چونه شیشه است درسته من میتونی شاید زیاد اینجا چی بیاد پلایر بیشتر میشه اینو بخوایم نمیشه یه خورده این وقتا نفله شینیم بینیم بابا نفلک. اینجا من میکنم خب بینی این شرف بازیش خیلی عالیه خب بینی برید دانلودش کنید خیلی عالیه آره جذاب نشه استیل آف ریج یه پارت های این تموم شد حتما پارت استیلز آف ریز 2 هم میذارم شورش در شهر 2 آره که این پارتش تموم شد دارم بعد پارت شورش در شهر 2 هم تموم شد دارم 3 هم شورش دیگه حالا فهمیدم جون سمت راسته من جون سمت راست آزونه من سمت راست بعد 10 دقیقه بود نه چند دقیقه بود بعد 3-4 دقیقه بود بعد تو هم نفهمیدی من 3 دقیقه و نیم دقیقه بازی فهمیدم جونم سمت بازی 4 تا جون شدن 4 ولی هم بمیرم همین ای بابا دارم مرا میزنی میخوای تو فینیشر رو آقا جونت دیگه فینیشر رو بگیر حالا میرن آخه نفله با چه برم بابا حالا سر یه دونه آدم پیزو رو میخوای فینیشر احمقی گفت نرفت مثل این چند چرا دیگه بابا رفت کشته شامه تو آدم معمولی میخواد فینیشر میدونی چرا گفتم فینیشر بارو؟ چون علکی نمیری حیف بشه فینیشر، چون
که بیمیرون فینیش هست که نداری که بزنی اوکی؟ یا الان فینیشر میخواستی همون موقعی سر اون پیزوری میخواست فینیشر دیگه رفتی دیگه ببخشید امیدوارم بخوره بهش بمیره فعلا که خورد بخورم مرد چی؟ با همون که تا اومده بود ما رو بکشه دیگه چی هم یاد فنایی میره این تیرم چون میزنم این یه چیه بس درقه چونه سیک مونه خب همینه دارم میگم سر همین باز فینیشر رو اون موقع سر پیزوری فینیشر رفت فکر کنم باس من شت باس من اومدی فینیشر داری بزن همین از کجا فهم فینیشر؟ با این هاش از این اسم میبینی؟ با تو هم داری تو نمیتونی صفره ازم خرید باید منم صفره الان صفر شد اون فینیشراتو زدی ازم خرید تو چه استریت آفرین بازشو نمیدونی خفه شو بابا بمیر بینیم فینیشر داره من فینیشر بدون فینیشر هم بزنم بهش چرا ما هر وقت خیلی فینیشر بزنیم این بومبیا میاد دیگه اصلا تو از تو که بهتره نفله این بوم بازو میشه اینطوری میمونه ها فینیشر ها اینطوری هست چه خودش روش فینیشر فینیشرش سبکش اولا من فرق داره وقتی کنم میزنه آرپیسی میزنه دورش آتیش دار میشه خیلی نه خدا نگهدار خب بچه‌ها اگه از این بازی خوشتون اومد پارت 3 هم میذاریم و تا چالش بعدی و بازی بعدی و ویدیو بعدی خدا نگهدار